سلام به همه شما عزیزان. چهارشنبه سوریتون مبارک. امیدوارم که همه خوب و خوش و چهارشنبه سوری خیلی عالی داشته باشید که حتما دارید. مراسم خوب تو ایران و خیلی جاهای دیگه تو کشورهای دیگه. امیدوارم به همگیتون خوش بگذره. ما هم جامونو خالی بکنید. امشب یه لایو دیگه دارم با دو تا از دوستان عزیزم که یکی از دوستان از انگلیس هستن و یکی دیگه از دوستان از آلمان هستن. اوکی، ریکوست دادن. بله، من منتظر دوستان هستم که تشریف بیارن تو لایو تا بتونیم یه لایو خیلی قشنگ براتون داشته باشیم و مطالب خیلی خوب که مورد استفادهتون باشه از بیزنس شگفت‌انگیزمون. امیدوارم که همگی لذت ببرید. باید اکسپت کرده باشم هر دو رو، فکر میکنم. امیدوارم که بتونن جوین بشن به لایو. سلام 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 ندا جان عزیز، خوبی حالتون عزیزم؟ چطور؟ خوبین؟ قربونت بشم. مرسی، شما خوبین؟ منم خوبم. چهارشنبه سوریتون مبارک مرسی، همچنین. یه ذره زود عزیزم. نشد؟ چطور؟ چهارشنبه هفته دیگه است دیگه، یه نه جورایی. عزیزم، همین امشب همه جشن گرفتن. هفته دیگه میشه شب سال نو و دیگه همین امروز چهارشنبه سوری گرفتن همه والا جا. ما دیگه قاطی کردیم به خدا. نصفمون اینوری شد و نصفمون آره اونوری. دیگه، آره شما گذاشتین برای هفته دیگه. خب مرسی ندا جان که اومدی. مرسی حالا عزیز. تو این چند دقیقه‌ای که با هم لایف داریم جشن میگیریم ما هم یه جورایی چهارشنبه سوری رو و با هم هستیم. هنوز یکی از مهمونامون نیومده، نمیدونم اکسپت کردم ولی هنوز اد نشدن، جوین نشدن به ما. چه خوبه که یه بار دیگه ریکوست بدم اگه میشه. معصومه جان عزیز اگه یه بار دیگه ریکوست بدین من اکسپت بکنم شما رو که شما هم جوین بشید به ما و لایومون رو شروع کنیم. ندا جان شما خودتون رو معرفی بکنید. بله حتما. من ندا هستم، منچستر زندگی میکنم، 15 سال مهاجرت کردم، 2 تا بچه دارم. عزیزم بعد از این بیزنس شگفت‌انگیز بگید که چجوریه، حال و هواتون چجوریه؟ والا یه مدتی وارد این بیزینس یونیک شدم. خیلی خوشحالم از اینکه وارد همچین بیزینسی شدم. این شانس رو به خودم دادم که دنیای امروزی رو بشناسم. خدا رو شکر عزیزم. خیلی هم عالی. امشب قراره بگیم که ندا جان از ترسامون بگیم. آیا شما هم تجربه داری از ترسایی که داشتی حالا برای شروع هر کاری؟ بله، ترس که با اجازت زیاد، چون من یه آدمی بودم که البته هستم. خب هممون یه ایرادایی توی درونمون خودمون اینو میدونیم، در واقع تجربهشو میکنیم توی زندگی. من کلا یه آدم خیلی محتاطی بودم، یعنی یه کاریو اگه نمیدونستم یا یه راهی رو نمیدونستم هیچ وقت نمیرفتم. خیلی آدم محتاطی بودم. الانم هستم، ولی خب خیلی از ترس های زندگیمو که از بچگی رو مونده بود و با خیلیاش به خاطر بچه هم باش مواجه شدم و خیلی راه خیلی مهمی بود که من طی کردم. برای خود من خیلی بزرگ بود، چون سالیان سال لازم نمیدیدم. به خاطر ترسم میگفتم لازم نیست، چه کاری حالا من مثلا برم این کارو بکنم، یا چه کاریه این راه، همیشه از این راه میرفتم، چرا برم اون راهو برم دور بزنم. اینکه تجربهش کنم میترسیدم برم. یادم نمیره، من تقریبا قبل از اینکه بیام اینجا تو اصلویه تو ایران 3 سال توی کمپانی کار میکردم از حسابدار. بعد یعنی اصلویه دریای بکری داشت بی‌نظیر.
دریای جنوب. بعد همسرم و شریکش خب میرفتن توی دریا غواصی میکردن. یعنی من حاضر بودم ساعتها تو اون گرما، تو اون هوای گرم و داغ عسلویه توی قایق بشینم ولی نرم زیر آب هر چقدر. یعنی اون 3 سال رو التماس کردن که بیا حداقل تو 1 متری ببریمت. یعنی هیچ جوره حاضر نشدم من. یعنی اینقدر ترسم بالا بود که اصلا نمیتونستم قبول کنم. ولی خب عزیزم بعد سالیان سال که دیگه اومدم اینجا و بچه ها به دنیا اومدن و دوباره برنامه قواسی افتاد و بچه ها اصرار قواسی. سلام سلام مسئولیت. معصومه سلام، جان. چطورین عزیز؟ خوبین معصومه دوستان؟ جان مرسی من عزیزم. چند بار ببخشید. ریکوست دادم ولی نمیشد، نمیدونم آره چرا. عزیز دلم، آره عزیز دلم، به هر حال خیلی خوش اومدید. مرسی، مرسی از همه عزیزانی که متشکرم ما که رو منو دعوت کردید به لایوتون. مرسی عزیزم. خواهش کنم. چهارشنبه سوری هم مبارک معصومه جان. مرسی، آره چهارشنبه سوری قربونتون مبارک. برم. من گذاشتم برای هفته آیندم. مثل من. سلامت. مثل من. من آخر با شوهرم داشتیم صحبت گفتیم سه‌شنبه آخر سال میشه چهارشنبه سوری. ولی خب اون روز چهارشنبه صبح سال نو، یعنی سال نو میشه، پس میشه سه‌شنبه شب باید چهارشنبه سوری بگیریم. و برای همین دیگه تبریک نگفتیم، نذاشتیم تو صفحه. عزیزم حالا خوبین دیگه شما؟ چون اکثر جاها الان چهارشنبه سوریه دیگه، تو ایران و خیلی از حتی تو انگلیس و برنامه گذاشتن و آره آره به آره هر حال خیلی امروز گرفتم ولی خب دیگه ما گذاشتیم بر من هفته بعد. همینطور، منم آره برنامه‌ریزی خیلی کردم هم واسه عالی، هفته آینده. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. منم خودم اینجا احتمالا یه دونه شمع روشن میکنم از روش میپرم چهارشنبه سوری اینجا. چرا که نه. خوب کاری میکنی. آره منم گفتم آره یه چند تا بچه ها با دوستان چند تاشون هماهنگ کنیم دور هم، یا حالا آتیشی درست کنیم، خودش خوبه دیگه. خیلی عالی، چون خیلی وسط عالی. هفته است خیلی ها نمیتونن، همه سر آره کارن. واقعا این مشکل اینجاست درسته. اینجوری. دقیقا همینطوره. ببخشید ندا جان، من صحبت نه شما رو خواهش شما نصفه میکنم. ببخشید، گذاشتم. من خواهش بی میکنم. شرمنده وقت معصومه جان تشریف صحبتاتون نه اومدم، خواهش ببخشید. میکنم عزیزمی. خواهش خواهش میکنم. خواهش آره میکنم. خب بفرمایید. داشتم از ترسم میگفتم که بعد سالیان سال که دیگه بچه ها از من خواستن که من بیام برم غواصی، به خاطر اینکه به اونا ترسم و نشون ندم. چون پسر کوچیکم دقیقا این خودمه، خیلی محتاط، هر چیزی رو امتحان نمیکنه. به خاطر اینکه مثل من بار نیاد، یعنی جلوی ترسم وایسادم و اینقدرم صلوات میفرستادم زیر آب میکردم. واقعا خیلی میترسیدم، خیلی میترسیدم، ولی این کار رو به خاطر پسرم انجام دادم. بعد که اومدم از آب بیرون گفتم چقدر کار راحتی بود. من چرا این همه سال این امتحان حاضر نمیشدم امتحان کنم. منظورم حالا به این که آدم وقتی یه چیزی رو میبینه کسایی دیگه دارن میرن لذتش رو میبرن، میگم سالیان سال همسرم میگفت بابا بیا امتحان کن هیچ چیز نمیشه. ولی خب این ترس اینقدر بزرگ بود که نمیذاشت من برم امتحان کنم. میگفتم چه کاری بابا، این همه سال زندگی کردیم، حالا دریا رو بخوام نگاه کنم میرم تو یوتیوب نگاه میکنم، چرا برم زیر آب استرس بکشم. ولی خب بعد از اینکه رفتم اومدم بیرون دیدم چه دنیای بزرگیه که من سالیان سال از دست دادم. الان این بیزینس ما هم دقیقا همینه، یه علم روزه. واقعا حیف از دستش آدما بیان بدن. یه دنیای خیلی جدیدیه که واقعا حیفه. وقتی واردش میشی میبینی که هیچی از سوشال مدیا نمیدونستی. چیزایی که میدونستی یعنی همش بیسیک بوده. به خاطر همون میگم آدم به خاطر ترساشو بذاره کنار و وارد یه دنیای دیگه بشه، هیچی از دست نمیده. یه تجربه جدید به دست آورده. درسته، دقیقا درست میگید. واقعا همینطوریه ندا جان، واقعا همینطوریه. اکثر ماها که توی این بیزینس هستیم، خب میتونم به جرئت بگم همه کسانی که الان توی این بیزینس هستن خب مهاجرن. مهاجرت یکی از بزرگترین ترسای آدم هست، چون همه از ریسکش میترسن. دارن میرن یه جای دیگه، یه جای جدید، آدمای جدید، فرهنگ جدید، قانون جدید، زبان جدید، همه چیز جدید. یعنی میاد یه آدم دیگه ساخته باید بشه ازن. خب این بزرگترین ترس همه ما بوده. چطور اومدیم این ترس رو باهاش روبرو شدیم؟ پس به نظر من ترسای دیگه نمیتونه جلوی آدما رو بگیره. بهتره که واقعا مثل همین مهاجرت کردنشون که اومدن توی دنیای دیگه، این یکی هم بیان و واقعا خودشون رو آزمایش بکنن. این که اصلا به نظر من، چون خیلی از آدما میترسن
حتی از موفقیت میترسن. باورتون میشه؟ دقیقاً. نه فقط از شکست، ترس از دست دادن، ترس از واقعیت خودشون، ترس از اینکه بیان عکس بذارن، فیلم بذارن، نمیدونم با چند تا آدم جدید آشنا بشن، با یه گروه جدید بشن، یه جای جدید بیان، یه چیز جدید بخوان یاد بگیرن. همه اینا ترسای ماهاست. ولی واقعا من خودم به این نتیجه رسیدم با توجه به این که تو این دوره‌ای که مهاجرت کردم واقعا چیزایی رو دیدم خیلی خوبیا داره، ولی یه سری چیزایی هم هستش که اصلا راجع بهشون نمیدونستی و واقعا ترس داره باشون روبرو شدن. آره، ولی اومدیم. من که واقعا اگر 1000 بار دیگه هم به دنیا بیام همین راهو میام، دوباره مهاجرت میکنم. امیدوارم دیگه اون هزارمین بارش ایران دیگه وضعیتش اینقدر عالی باشه که کنار تو ایران خودمون انشالله. امید خدا. چرا که آره نه، عزیزم. عالیه. آره عزیزم. مرسی ندا جان، عالی بود تجربه ها. عزیزی. معصومه جان ممنون میشم شما هم بفرمایید از تجربه هاتون. البته اول تشکر بکنم از همه عزیزانی که جوین شدن و ما رو میبینن و امیدوارم که لذت ببرید از این لایو. مرسی از همتون. قربونتون برم سوسن جون، مرسی که به من این فرصت رو دادید که بتونم حالا در مورد ترس هم بگم. خب همه آدما اصلا ترس یه چیز طبیعیه در زندگی آدما. یه کم آدم میاد بگه من از هیچی نمیترسم. همه ما ترس داریم توی زندگی، و مخصوصا وقتی با یه موقعیت ناشناخته، با یه تغییراتی که اصلا نمیخوایم روبرو میشیم، شروع میکنه به ترسیدن. حتی بعضی ایده ها رو میشنویم، همین که فکر میکنیم ما نمیتونیم انجام بدیم عقب میشینیم، میترسیم. اینا همش ترس دیگه. ولی خب به قول معروف همون چیزی که خودتون هم میدونید، اگه ما این بدونیم اصلا بدونیم دلیل این ترسمون چیه، اون ریشه‌ش رو پیدا کنیم، میتونیم مدیریتش کنیم، کنترلش کنیم. مثلا یه تجربه قبلی، خیلی‌ها میترسن وارد مثلا همین بیزنس خود ما بشه. وقتی باشون صحبت میکنم میگه من یه بار رفتم وارد این بیزنس ها شدم، سرم کلاه رفته. قشنگ میگم بهت، میگم خب تحقیق کردی میدونی اصلا میدونی این اونه؟ میگه نه همشون همه جوری هم. میدونی چون تجربه تلخی داشته، چون تجربه منفی داشته، میترسه. خب این ترسه. خب همین ترس باعث میشه استاپ کنه، نره جلو، حرکت نکنه. یعنی اگه یه موقعیت خوب، یه فرصت خوبم براش بیاد، نمیکنه این کاره چون میترسه. ولی من خودم همیشه یه فکرم اینه، اول باید ببینیم ما از چی میترسیم. حالا چیزای مختلف وجود داره، آدمای مختلف با ترس‌های مختلف. من خودم به شخصه میگم، من یه آدمیم که مثلا از حیوانات خنده داره، از سگ میترسم. خیلی ها میدونی چرا؟ چون تجربه بدی داشتم. چون توی بچگیم یه سگ دنبالم کرد، یکی از کفشای خیلی خوشگلم و بعدن میخوام یعنی بخوام بگم بچه بودم، مثلا شاید 7-8 سالم بود، یه سگ بزرگ دنبالم دوید، خیلی منو ترس. یعنی ببین از اون موقع تا حالا من نمیتونم، خیلی دوست دارم و توی برنامه‌ام هم توی هدفام هم نوشتم که حتما باید یه سگ تراپی برم، یعنی یه چیز بشه من برم با سگ یه مدتی یه جوری خودم یعنی ترس برام. من میخوام یعنی بگم اگر که من بدونم از چی میترسم، میتونم راهشو پیدا کنم، بتونم خودم رو مدیریت کنم. خیلی ترس ها وجوده. مثلا شما پلیس میبینید، ببینید ما بچگی تو خونمون مثلا همه میگفتن پلیس اومد همه ببین این درس تو ذهن ماست. حالا اینجا که داریم یه پلیس میبینید، من بهش پلیس بعد پسرای من خب اینجا بزرگ شدن، متوجه نمیشن من چی میگم، خنده آوره. میگم که نه من پلیس که کاری نداره. مثلا میدونی چی میگم؟ اینا توی ما نهادینه شده. من کلا میخواستم مقوله ترس رو بگم، ولی خب ما میتونیم برای همین بیزنسی که من خودم شخصا میگم، وقتی که همیشه میخوام یه کارهای آنلاین میکردم قبل از که وارد این بیزنس بشم، گفتم وای نکنه هکر باشه، نکنه این بیاد منو بگیره، یعنی مثلا فایل پسورد منو دراره، همش از این چیزا میگم. بعد واقعا میگم موقعی که می‌خواستم گفتم نه من باید برم این پلتفرم‌ها رو یاد بگیرم، ببینم اینا چه خبره اونجا. و این ریسکو کردم، اومدم حالا بررسی کردم، تحقیق کردم، متوجه شدم که اصلا یه دنیاییه برای خودش. میدونی چی میگم؟ این واقعا برای من تجربه خیلی یعنی خیلی عالی بود، چون همیشه دنبال این بودم یه سری چیزا رو یاد بگیرم که به قول معروف حواسم باشه، کسی به قول معروف منو هک نکنه، نمیدونم اینو
به دسترسی پیدا نکنه به وسایل. ترس داشتم، واقعا ترس داشتم. و وقتی اومدم دیدم کلی میتونم چیزای جدید یاد بگیرم چجوری میتونم به قول معروف همون زیشرهایت خودمون، امنیت خودم رو داشته باشم، خب این به ترسم غلبه کردم. من چی میگم؟ این یعنی یه چیزی، این تجربه منی که تو این زمینه داشتم. یعنی میتونم بگم که خیلی آدما میترسن، وارد یه جای جدید بشن. من همیشه مهاجرت رو میگم، هر کی ازم میپرسه به نظر تو مهاجرت، میگم باید هدف داشته باشی. بدین واسه چی مهاجرت؟ چون مهاجرت مال آدمایی که سریع بترسن عقب بشینن نیست، چون هر روز با یه چیز جدید آشنا میشه، هر روز باید یه پروسه جدیدی رو به قول معروف کلید بزنی و به انتها برسونی. البته اینا تجربیات منه، مطمئنا افراد مختلف تجربیات مختلفی در این زمینه دارم، ولی تا ترس رو نشناسی، چرا من میترسم وارد این بیزنس بشم، چرا من میترسم مهاجرت کنم، تا ندونی چرا میترسی نمیتونی به قول من مدیریتش کنی این ترس رو. بله. امیدوارم خوب گفته باشم مثلا. عالی. هدفم از شما منظورت این بود که باید باهاش مواجه بشی. میدونی من خودم همیشه ترس از دست دادن پروازمو دارم. برای همین الان این دفعه داشتم به ندا جان میگفتم برای سفر، میگفتم بابا من تهران رو ترجیح میدم، راحته میری اونجا. میدونم چی آره بابا، برای اینکه من دو بار پروازم رو از دست دادم. یه بار توی کشور، یه بار وقتی داشتم می اومدم تو راه انگلیس بودم پروازم رو از دست دادم که خیلی هم وحشتناک بود. من اصلا توی به اصطلاح فرودگاه یه کشوری که اصلا نه زبان ما رو میدونن نه هیچ، اصلا من تمام مدت فرودگاه بوم بزرگی رو میدویدم و دنبال تیکت بعدی بودم. بعدش به این فکر خب آره خیلی وحشتناک بود، چون من بلافاصله باید تو کشور جدید می بودم. ولی تهش چی آقا؟ حالا الان نمیرسیدیم، مثلا یه پرواز میگرفتی فردا میرفتی، اتفاق خاصی نمیافتاد. ولی ماها میدونی همیشه بالاخره باید با ترسمون روبرو بشیم، مواجه بشیم با ترسمون تا بتونیم باهاشون کنار بیام. و مهمترینش اینه که این بیزنس اصلا ترسی نداره. شما نه قرار نیست از خودت ویدیو بذاری، نه قرار چیزی بفروشی، نه قرار جلوی دوربین بیای، نه قرار فیلمی از خودت بذاری. آقا از این چیزا میترسی نذار. میترسی قضاوت بشی، میترسی یه موقع خدای نکرده شکست بخوری، میترسی چیزی رو از دست بدی. قرار نیست چیزی رو از دست بدی. همه ماهایی که الان اینجا هستیم تو این بیزنس هستیم اومدیم به شما بگیم آقا نترسید، ما هم راه بلد نبودیم، اومدیم این راه رو یاد گرفتیم، الان راه بلدای این بیزنس ما هستیم، اومدیم که این راه رو به شما نشون بدیم. مثلا همون لیدره. آره عزیزم، حالا امیدوارم که همه از این لایو لذت برده باشن. خیلی طولانیش نکنیم، همه میخوان برن چهارشنبه سوری رو جشن بگیرن. ما که منو ندا که نمیخوایم بریم، درسته؟ منم که نمیخوام برم تو سرم که میخواد کم روشن میکنم. خصوصا جونم میخواد شم میپرم، اونم که هستش دیگه. آره به هر حال هر کدوم از دوستانی که توی هر پیج هر کدوم از ماها ما رو فالو میکنن خیلی ازشون سپاسگزارم. واقعا لطف کردن که ما رو نگاه کردن، به ما جوین شدن. میخوام بگم اگر کسی دوست داشت که وارد این بیزنس بشه، توی وبسایت هر کدوم از ما 3 نفر میتونه رجیستر بشه، یا اسم و ایمیلش رو بذاره. برای هر کدوم از ما 3 نفر هیچ فرقی نداره و میتونه ما در وبسایت خودمون رجیستر میکنیم. اون دوست عزیزمون رو یه وبینار 90 دقیقه‌ای میبینه، بعد اگه دوست داشت سوالاشو میپرسه، میاد وارد دوره ترایال میشه با پرداخت $149 که اون هم ریسک فری هستش. میتونه بعد از 30 روز که تحقیقاتش رو کرد، همه چی رو از نزدیک دید، اگه دوست داشت همراه ما باشه. اگر نداشت با احترام این پول بهشون از طرف کمپانی ژاپنی که 51 سال قدمت داره برگردونده میشه و بدرقه‌شون هم میکنیم با احترام و عزت. ولی اگه با ما باشن که عالیه، ما لیدرشون هستیم. هر کدوم از ما 3 نفر به عنوان منتور قدم به قدم باشون هستیم. امیدوارم که تصمیمتون رو بگیرید و بیاید در کنار هم باشیم. مرسی از همه عزیزان. مرسی عزیزم از شما. همگی هم مبارک. مرسی.
چهارشنبه آره سوری عزیزم، همه هم مبارک. ممنونم که همراه ما بودین. شب همگی هم بخیر. شب شب همگی بخیر. بخیر. بای بای. بای بای. شب خوش. خدا شب خوش.